السلام علیکم تماشابینان محترم، تماشابینان کانال سرخاب تیوی. من امروز 4 январи سال 2023 سال میلادی 2023 از فرصت مناسب استفاده برده همه شما را با این سال نو میلادی تبریک و مبارکباد نموده به همه شما عمر دراز، صحت، سلامتی، پیروزی و تندرستی به همه شما برای کار تمنا دارم. دوستان عزیز، امسال موافق تقویم سال 2023 سال خرگوش است و موافق تقویم چینی از 22 январи انا همین سال 2023 سال خرگوش فرمان می شود و باوری دارم که این سال به همه شمایان سال فراوانی، سال پیروزی، سال بردباری ها خواهد شد، زیرا که خرگوش خود طبیعتا جانوری که خیلی خاکسار است، جانوری که همگان دوستش می دارند. سال خرگوش را منجمان، ستاره شناسان چنانه که پیشگویی کردند سال بسیار هم سال خوب باید که آید و ما نیز چنین آرزو میکنیم که بگذار سال 2023 سال خرگوش به تمام آدمان سال فراوانی آوردگی باشد، سال خوشبختی باشد، سال عائله های نوبنیاد باشد. شکرگزار از آن باشیم که من در چنین سرزمین تاجیکستان عزیزی آفتاب روی عمر به سر میبریم. تاجیکستانی که سراسر باد و هوایش به تن شما، به روح شما البته درمان است و ناگفته نماند که بنده در دشت و صحرای همین دهه سرخاب قرار دارم و از همین روز اعتبارا سر کرده کوشش به خرج میدیم که بهر شما تماشابینان عزیز، تماشابینان کانال سرخاب تیوی نوارها را آید دشت و صحرای همین دهه سرخاب باستانی بهر شما پیشکش کردگی باشم و البته کانال ما در یوتیوب زیر عنوان سرخاب تیوی قرار دارد. پادپیسات کردن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، فکرهای خیش را در کامنتر نویسید، خواه تنقید است خواه تعریف است، البته بهر بهبودی همین کانال می شود. کانال ما را دستگیری کنید همه طرفه و ما کوشش میکنیم که بهر شما مهاجران عزیز نوارهای جالب را پیشکش کنیم، چون که انا همین چنانه که در عرفیت گفتند خاک وطن از تخت سلیمان بهتر است و ما افتخار از آن داریم که در چنین وطن محبوب تاجیکستان عزیز عمر به سر میبریم. من در این گرد و اطراف یک نظر کنید بچه ها. دیه های سرخابچه، سنبولکند، نواباد من همین نمودار هستند. البته دیه هایی که با ما همسایه هستند سرخابچه، سنبولکند، کجراود، نواباد و بعد از انا همین دیه آوازدار بسمنده شریف که در ناحیه از جهت کلانی یکم جا است، دویم جا البته سرخاب کلان است. سرخاب کلان که بیشتر از 500 خواجگی در اینجا عمر به سر میبرند، فعالیت دارند. شکرگزار از وطن محبوب هستند، شکرگزار از استقلالیت دولت تاجیکستان، شکرگزار از پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان هستند. دوستان عزیز، بار دیگر سال نو میلادی برایتان مبارک باشد. و کانال ما آبون شدن را فراموش نسازید. باقی در پناه خداوند. در کدام گوشه که نباشد خود را احتیاط کنید، چون که پیوندان و نزدیکان شما، دوستان عزیز، شمایان را انتظار هستند و امید آن را دارند که روز به حلقه عائله شما نیز می پیوندید. و شمایان راه سفید خود را احتیاط کنید. خدا حافظ تا نوارهای دیگر ما را پیگیری کنید. به کانال سرخاب حتما پادپیسات کردن را فراموش نسازید. خیر تا بازدید.